سلام علیکم یار دوستان محترم هواداری کنم. چقدر که محفل دیدی استاد محفل استادان در عرفیت میگم که حق استاد از پدر بیش است، یعنی ولی این سخن معنی عمیق و مهمی دارد در فرهنگ تاجیکی و اسلامی که یعنی که چون میگن حق پدر حیات دادن است، اما حق استاد حیات را معنی بخشیدن است. به همین خاطر یک گروه جوانان ختمانده 2010 یعنی در نوحه مسجد جماعت مسجد منطقه یکمش است که خواستن همین استادار یک همینجا سر یک پیاله چای اونها رو یعنی که منتداری کنن، یک خاطراشون رو بولیدی کنن تا اینکه یعنی قدر استاد در بین جمعیت اگر چه کمی هم باشد یعنی که دستگیری کنند. احترام و معلمی که از بهترین ارزش‌های انسانی است که در فرهنگ و اخلاق مردم تاجیک مقام بلند دارد. معلم شخصی است که راه درست را نشان می‌دهد، انسان را از تاریکی جاهلی و روشنی دانش می‌برد و برای پیشرفت و کمالات معنوی زمینه می‌گذارد. چنانه که بزرگان فرمودند معلم چراغ راهنمایی است که انسان کی حیات انسان را روشن می‌کند. در حقیقت به معلم نه دانش است نه پیشرفت و نه فرهنگ. معلم تنها علم و دانش نمی‌آموزد بلکه اخلاق، انسانیگری و جوانمردی را نیز می‌آموزد. از این رو احترام به معلم نه تنها خرج هر یک انسان بلکه نشانه فرهنگ و انسانیگری ماست. هر کی به استاد احترام می‌کند در کمال و موفقیت را بر رویش می‌گشاید. و همین سوا یعنی که همین محفل آراسته شده است که این استادا را یک گویم دستگیری میکنن. هم خیلی فرهنگی را برنامه فرهنگی همینجا استادا را همچون برامت احترام میکنن. کسی استادش میشناسه حتما در کام قبول میشه. دوستان عزیزم سلام علیکم. استادان قدردانی کرد استادان خیلی این محفل برای اونها دستگیرشون کرد. وزرا دیرکتور مکتب 10 مکرم زوبا اشتیای صبح صدا اشتیای صبح می ختمانده رو که هر یک معلم درس و گرس احترام کرده همیشه دعوت که اینجا بعض استادا به نظرم نامده باشن. استادای بزرگی همین صالح مزد شده البته این برای خودنمایی نیست، تنها برای یک میگم که کعبه چی میاره بیدیره دارم که در نزد همین ختم‌کنندگان معلمان قدر قیمت داشتن که هم خیلی اونها رو پذیرایی کردم. این درگاه سامان سلطان است.
معلم تو چراغ رهنمایی، زی تو مایل ادب را می جویایی، این تاریکی ما را نجات دادی، به علم و دانش راه حیات دادی. آفتابی در شب بیدانشی، تو راهبری در راه انسان پروری. ز مهری تو قلب ها گرم می گردد، و الهام تو آرزوها پروری. بهترین اقدام کردن این جوان ها که استادان را با همین گونه یک در سر یک پیاله چای هم باشد خیلی آنها را تعبشان بولیدی کردن، دوباره همشان یک جا کردگی هستند. لایق تحسین هستند این جوان ها. ختمنامه 2010. İşte eso. یکی از راهبر صنف، اولین راهبر صنف همین خط کننده ها معلمی بدل میرزا دولت حتی ساله و ملاسبور از چات معلم نومدن. متاسفانه استاد کمی نوتوب بودن نتوانستم بودن. معلم ملاسبور که جایشان خالی است استاد. خدا شفاشان کرد.
البته چنون که میبینید اینجا هم استادا نیستن، بعضی میپرسن چی به فلانی نیست چی به فلانی نیست. کمی فراموش کردگی باشن در گروه بعضی رو، و اینچنین بعضی ها با سبب های نتوانستن آمدن بستو و همون خاطر بعضا میشه در کامنتر میبینن که چی به فلانی نیست. تقریبا 50 استاد دعوت کردیم بودن که اینجا کم اومده هستن. نه جوهای خودی هست برای استادو همشه حساب کتاب کرده بودن نامدی هست. Kaman tu mana? Moja. من دعا کنید دو طرفم با هم کدوم دعا میکنم. دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صفانا و جعلنا شکرانی مدرنا اللهم ربنا بالعلم استوجب خداوندا به حق حرمت ذات پاک خدا، به حق نامهای بانده حق حرمت کلام خدا تشکیل کننده این ضیافت مقدار دراز درست کنید که خاطر جمع جمعید چه مراد مقصد نیک خریبی دنیا دارم به مراد مقصد شما خداوند پروردگارم یا حرمت تی کردم روی که کلام صدا و امیدوارم خدا در آینده با این همه خلق حرمت عزت بینم خداوند تو گرم بالا را ضیافتان نگه دارید ما را به حق هر دیگه برای جمع حاجت های ما Allah. شام همتون بخیر باشد. همکاران عزیز، شاگردان بسیار ارجمند، دوستانی محترم. راستگو ما یک سنت به جا آوردیم که اول طعام و بعد کلام گشتیم، ضیافت خودی بعد فرستیم که به کدام مناسبت است. ای همکارا گفتن که شاگردانی خطکنندگان 2010 برای احترام برای گرامیداشت خاطر استادان همین ضیافت تشکیل کردم. من در ابتدا میگم که خداوند کمر همتشان حضرت علی بنده کنه. آمین. خداوند در همه کار در کدام جبهه‌ای که باشن امروز نیکنام و سربلند باشن. من دو بیت دوست داشته دارم، در هم جا میخونم، در این جا میخونم. بجا آورد پیشش احترام حرام کس بود استاد و حامی. همه قرض آخری دارد ولیکن ندارد قرض شاگردی تمامی. من گفتنی هم که شاگردان اکنون قرض اجرا کردن خدا خواهد، لیکن قرض وظیفه استادی شاگردی ما هم شاید تا اندازه بجا آورده باشه. شما نشان داده و احترام معلم، احترام شاگردان، استادان بهترین اقدام است. این استاد خود مزاشوی دعا کردم، منم در دوام سخن همین کس میگویم که اگر ما در طول 18 سالی که با شما بودیم از ما اگر کلام حرف آموخته باشه ما خودمون خوشبخت حساب میکنیم. من شخصا خودم همین شما را چکوراتون بعد دوتون راست بگم از چند سال که میگه اصلیت فرق نمیکنم سال 10 یا 2000 در چوری من سال 2010 کمن فوتبال بود. یک شکر ایدون بعدشون در عرضه همون دسته که همین همچین فور جمع شدیم و تو فایل همین شوربینی و دیدار هم نگر زندگیر با دوستی سال آیه یاران جوانی هم کجا بودی هم دیگر دوره چرا اول همه جمع مثل دریا بودیم که اون شاخوابه جدا امروز همین شما هم شاخوابه زندگی به هر کجا پریشان کرده است. نه که من گفتنی هم که در کجای باشه پیش از همه صاحبی تنی ساعت خاطر جمع باشید در همه کار نیکنام سربلند باشد. من گفتنم از من چهار که
ای با خدا برای هستی 6 چیز برای ما عطا فرستی: ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخدستی. من تمام اون دارم که پروردگار همه 6 چیز برای همه شما ارزانی دارد. پیش از هم ایمان قوی، تندرستی، بعد اخلاص و بعد سخاوت. برای این دستورخون پرناز نعمتان به همتون تشکر جا کردم. خداوند تمام بگم در خاندان همه شما هم که دستورخون شادان بسیار بکن. با هر وقت آخرین در روزهای شاد همدیگر را بینیم. برای احترام مهمونوازی چیز احترام استادان بر همتون بار دیگر تشکر میکنم. نیکنام سربرم باشه استادان یک سروردگار تشریف کارشون خدا رحمت کنه در دنیا در شلون خوش آمدید من جان. خوش آمدید. استاد خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. دیگه بالا باید یا نه؟ نصیب. نصیب میبره تو هم بریم با. که انیق نمیدونم. چون فقط تلفن کرد داده. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید استاد. خوش آمدید. سلامت برنده. استاد خوش آمدید. خوش آمدید. یکی از استادان اولی همین ختمانده 2010 معلمی بدل کنه. خدا دولتشون بدل زاده زنده باشن. خدا نگهدارشون باشن. معلم خوش آمدید. خوش آمدید استاد. استاد خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید.